امروز میخوام درباره یکی از تازه ترین فیلم های احساسی و آرام سال 2024 صحبت کنم. فیلمی فرانسوی آلمانی به نام زبان بیگانه. این فیلم ساخته کلر بورگر، کارگردانی که قبلا هم با فیلم های درام و انسانیش نشون داده چقدر به جزئیات روابط انسانی حساسه. داستان فیلم درباره دو دختر نوجوانه. یکی فرانسویه و دیگری آلمانی. این دوتا توی برنامه تبادل فرهنگی با هم آشنا میشن. اولش فقط قراره به هم کمک کنن تا زبان همدیگر رو یاد بگیرن. اما کم کم چیزی فراتر از زبان بینشون شکل میگیره. از اون رابطه های آروم، لطیف و پر از حسای تازه که بین دو آدم از دنیای متفاوت اتفاق میافته. فیلم خیلی ساده شروع میشه. با چند صحنه از زندگی روزمره، کلاس، سفر و لحظه‌هایی که انگار هیچ اتفاق خاصی توش نمیافته. ولی هر ثانیه‌اش پر از جزئیاته. یه نگاه، یه مکث، یه جمله نصفه و درست همین سادگیه که فیلم رو خاص میکنه. چون نشون میده چطور ارتباط واقعی بین دو آدم ممکنه با چند کلمه ساده شروع بشه ولی بعد تبدیل بشه به چیزی عمیق‌تر، چیزی که حتی خود شخصیت‌ها هم ازش خبر ندارن. کارگردان با استفاده از نور طبیعی و رنگ‌های ملایم یه فضای کاملاً واقع‌گرایانه و احساسی ساخته. هیچ موسیقی شلوغی وجود نداره، فقط صدای محیط، باد، قدم زدن یا صدای نفس کشیدن دو کاراکتر. این سکوت‌ها خودشون داستان میگن. نکته جالب فیلم اینه که درباره زبان حرف میزنه، ولی در واقع درباره فهمیدنه، درباره اینکه ما چطور میتونیم کسی رو بفهمیم حتی وقتی زبانش رو بلد نیستیم. اینکه برای برقراری ارتباط ما به واژه‌ها نیاز داریم یا فقط به حس و نگاه و دل. بازی دو بازیگر جوان فیلم واقعا تاثیرگذاره. بازی‌هاشون بدون اغراق، خیلی طبیعی و واقعی، طوری که حس می‌کنی داری واقعا زندگی دو دختر رو می‌بینی، نه یه فیلم. در طول فیلم تضادهای فرهنگی بین فرانسه و آلمان هم کم کم خودشون رو نشون میدن، از طرز برخورد خانواده‌ها گرفته تا نوع بیان احساسات، و درست همین تفاوت‌ها باعث میشن رابطه این دو نفر عمیق‌تر و پرمعناتر بشه، چون فیلم داره نشون میده که گاهی آدم‌ها از دل تفاوت‌هاست که به هم نزدیک‌تر میشن. اما این فیلم فقط یه فیلم عاشقانه ساده نیست. بیشتر از عشق درباره رشد و درک خودمونه، درباره اون لحظه‌هایی که یه تجربه تازه باعث میشه خودمون رو از زاویه دیگه‌ای ببینیم. وقتی فیلم تموم میشه حس می‌کنی چیزی توی وجودت جابجا شده. مثل وقتی که یه زبان جدید یاد می‌گیری و تازه می‌فهمی دنیا چقدر وسیع‌تر از چیزی بوده که فکر می‌کردی. این فیلم برای کسایی که عاشق سینمای شاعرانه، آرام و انسانی هستن یه انتخاب عالیه. ریتمش کند و تأمل برانگیزه، اما اگه با حوصله نگاهش کنی تا مدت‌ها ذهنت درگیرش میمونه. در نهایت این فیلم بهت یادآوری میکنه که زبان واقعی بین آدم‌ها نه فرانسویه، نه آلمانی و نه انگلیسی. زبان واقعی زبان فهمیدن و همدلیه، زبانی که از دل میاد و مستقیم میره توی دل. اگه میخوای این فیلم زیبا رو تماشا کنی کافیه که برامون کامنت بذاری و کانال ما رو هم سابسکرایب کنی تا کانال تلگرام براتون ارسال بشه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.